درود. 10 روز تا سالگرد ژینا امینی باقی مونده و در این کلیپ میخوام به کلیتی از شکل مبارزه‌ای که در شهرهای بزرگ به خصوص تهران جواب میده بپردازم. در ابتدا تکلیف خودمون رو باید روشن کنیم با یک موضوع. بعد این همه سال تجربه دیگه باید فهمیده باشیم فراخوان‌های ساعتدار و مکاندار فراخوان برای سرنگونی نیستن، بلکه فراخوان برای رفتن به دل سرکوب هستن. کسی که فراخوان‌ها با زمان و مکان مشخص رو اعلام میکنه داره به نیروی سرکوب آمادگی مقابله با قیام رو میده تا در زمان و مکان مشخص آماده سرکوب شکل گرفتن جریان باشن. در ضمن من گفتم سرنگونی، نگفتم انقلاب. درستی که برای انقلاب کردن اول نیاز به سرنگونی داریم، اما لزوما سرنگونی به انقلاب منتهی نمیشه. میتونه چنج رژیم رخ بده، میتونه مثل 57 با نام انقلاب به براندازی ختم بشه، میتونه دولت نظامی شکل بگیره و در بدترین حالت فروپاشی اجتماعی رخ بده که جاشون در این کلیپ نیست. برگردیم سر موضوع اصلی و روش سرنگونی. تا قبل دخالت پهلوی و رسانه ها برگ برنده ما چی بود که رژیم رو گیر انداخته بود؟ خود رهبری محل محور و مبارزه غیر متمرکز در همه ایران. پس اومدن یک رهبر تراشیدن با فتنه وکالت و از اونجا که اون رهبرنما لوده‌ای بیش نیست قیام رو تونستن باهاش بخوابونن. پس در مرحله اول باید برگردیم به خود رهبری محل محور و مبارزه غیر متمرکز. نکته در این روش دیگه همه میدونن با تاریکی هوا باید چیکار کنن و نابود کننده این نوع مبارزه فراخوان‌های ساعت و مکان داره، چون ویژگی این نوع مبارزه یعنی اصل غافلگیری رو از بین میبره و نیروی سرکوب میدونه کجا باید برای سرکوب آماده باشه. دومین گزینه که باید در موردش آمادگی داشته باشیم آماده کردن تجهیزات دفاعی هست که هزاران هزار بار شیوه ساختشون رو اشتراک گذاشتن همه. میخ چند سر، کوکتل، نارنجک دستی و این دست موارد که هم در دفاع اولیه کارایی داره هم در حمله اولیه. چرا حمله گفتم؟ چون باید دیگه همه این باور رو داشته باشیم رژیمی که قدرت رو به صورت قهرآمیز به دست گرفته جز با مبارزه قهرآمیز و مسلحانه کنار نخواهد رفت و اینجا برای ما یک نقطه ضعف بزرگ وجود داره و اونم اینه که اسلحه مناسب رو نداریم. پس چه کار باید کنیم رو بهش میرسیم. از این فازها که همه راه بیفتیم پیاده بریم صدا و سیما و بیت رهبری بگیریم بیایم بیرون. فیلم هندی نیست که به همین راحتی اجازه بدن. اول کنترل شهر باید از دست رژیم خارج بشه با مبارزات محل محور. دوم به فکر تصرف اماکن حساس سیاسی باشیم. بزرگترین باگ ما در مبارزات محل محور همیشه تجمع کور بوده. تجمعی شکل میگیره یا آتیشی روشن میشه، همه جمع میشن و بعد سرکوبگران میرسن و سرکوب میکنن. این اشتباهه. در جوانرود ما دیدیم چطور با مصالح کنار خیابون سنگربندی کردن، یعنی برای خودشون خط دفاعی آماده کردن. پس خیابان باید با شروع تجمع سنگربندی بشه در ابتدا و بعد از اونه که جمعیت باید به فکر تصرف پاسگاه و کلانتری و پایگاه بسیج و حتی مدارسی که نیروهای سرکوب مستقر هستن بیفته تا با کمک اون وسایل تهاجمی اولیه که گفتم بتونیم سازماندهی سرکوبگران رو به هم بزنیم و تجهیزاتشون از جمله سلاح رو ازشون بگیریم. این راهیه که میتونیم نقطه ضعف بزرگمون رو باهاش حل کنیم. نکته بعدی که بارها در دور اول قیام ژینا برای تهران گفتیم و توجهی نشد اینه که شریان‌های حرکتی نیروهای سرکوب باید مسدود بشن. مترو، خطوط بیارتی، اتوبوس‌ها، خط واحد و هر شکلی که فکر میکنید در نزدیکی شما سرکوبگران میتونن نیرو جابجا کنن رو باید مختل کنید. از این کلمه اموال عمومی هم گذر کنید. اینا اموال خودمونن که در تملک رژیم هستن و جایگزین خواهند شد. حتی اگر اموال خصوصی مثل ماشین افراد صدمه بخوره قطعا بعد از شکل‌گیری دولت جدید خسارتشون بهشون برگردونده میشه و نگران نباشید. پمپ بنزین ها باید از کار بیفتن. این یک بایده. وقتی کسانی هستن که نمیخوان همراه با انقلاب بشن بهتر از کار و زندگی هم بیفتن. بانک ها به عنوان قلب نظام سرمایه‌داری باید منهدم بشن تا فشار اقتصادی به رژیم وارد بشه. و حالا نکته اساسی داشتن خودباوریه. منتظر رهبر از خارج نباشید. رهبر شما هستید.
منتظر ملحق شدن نظامیان نباشید، اونا از رژیم حقوق میگیرن نه من و شما. خیلی هاشون هم میدونن جنایت کردن و راه برگشتی ندارن. البته تعداد معدودی هم قطعا ملحق به مردم میشن که اگر جنایتی نکرده باشن اتفاقی براشون نخواهد افتاد. منتظر بازار نموندید براتون اعتصاب کنن. بازار منفعت جیبشو نگاه میکنه. پس باور داشتن به خود و باور داشتن به آزادی باید در بین همه رشد پیدا کنه. با این روندی که گفتم ما میتونیم نیروهای سرکوب رو کوچک و کوچکتر کنیم و یواش یواش عقب میرن برای نگهداری از قلب سیاسی سیستم. اون وقتی که جمعیت میلیونی این بار با اسلحه توی دستشون میتونن حرکت کنن برای تصرف مکانهای سیاسی و سرکوبگرا از هیچی به اندازه مردم خشمگین و مسلح وحشت ندارن و امکان تسلیم شدنشون بالا میره. این کلیت نوع مبارزه‌ای هست که باید شکل بگیره برای سرنگونی و بعد سرنگونی کنترل قدرت سیاسی اولویت میشه که اگر بتونم در مورد اون هم کلیپ میزنم. شناسایی نفوذی ها، آمادگی برای کمک به زخمی ها، تهیه مواد غذایی، آب و این دست موارد هم دیگه به عهده خود مردمی هست که در میدان داوطلب میشن. هسته و تیم سازی هم که بارها توضیح داده شده و قبلا کلیپ براش آماده کردم. مبارزه هدفمند عامل اصلی پیروزیه و ما برای پیروزی داریم میجنگیم.